ولتاژ بعدی ولتاژیه که از سمت پاور روی هشبرد میفته. خب ولتاژی که از سمت پاور میاد به هشبرد از طریق این شین ها دریافت میشه. شین بزرگترمون که در واقع طولش بیشتره شین منفی ماست، شین کوتاه‌تر شین مثبت ماست. وقتی خب شین منفیمون اینجاست، از اینجاش دامین ها شروع میشن و ابتدای هشبرنمون این قسمت قرار داره. خب وقتی که ولتاژ میاد میفته سر این دوتا شین، دامین ها به این صورت قرار گرفتن، ولتاژ میاد سر دامین ها ترتیبشون اینجاست که خب 1 2 3 4 و میاد اینجا یه دونه چرخش پیدا میکنه میاد تا انتهای هشبرد که این قسمت و وصل به مثبت ما. پس ولتاژی که از سمت پاور میاد به این شکل تقسیم ولتاژ میشه روی دامین های مختلف. خب هشبردهای مختلف تعداد دامین ها تعداد چیپ های مختلفی دارن، تعداد چیپ هایی که توی هر دامین دارن باز مختلف هست، ولی خب من عرض کردم تفاوت چندانی ندارن. همون در واقع مبانی که اینجا توضیح داده میشه برای همه هشبردها قابل تطبیق هست. خب بعد از اینکه ولتاژ از سمت پاور تامین میشه و میفته سر این دامین ها، هر کدوم از این دامین ها بسته به اینکه حالا هشبرد نوعش از کدوم یکی از هشبردهاست، ولتاژی بین 300 تا 480 ولت میفته سر هر کدوم از این دامین ها. یعنی اگه من بیام ولتاژ بگیرم از قبل دامین تا بعد دامین، عددی که پیدا میکنم تقریبا بین 300 تا 480 ولت هست. ولی بعضی از این چیپ ها توی لحظه استارت خب یه مقدار یه ولتاژ نسبتاً بیشتری رو نیاز دارن برای اینکه شناسایی بشن و بعد که شناسایی شدن راه افتادن یه مقدار اگه ولتاژم پایین بیاد باز به کارشون ادامه میدن. پس اتفاقی که اینجا میفته پاور میاد ولتاژی تقریباً هولوش 14 ولت اینجا میندازه برای اینکه اینا شناسایی بشن و خب بعد که سیگنال ارسال شد و در واقع تعداد درست چیپ ها شناسایی شد، میاد آروم آروم این ولتاژ رو کمتر میکنه تا 12.9 ولت 12.8 ولت. پس اون لحظه استارت ما ولتاژی که ما میگیریم تقریبا 14.5 ولت هست. بعد از اینکه شناسایی انجام شد و هشبرد شروع به کار کرد، آروم آروم این ولتاژ کاهش پیدا میکنه به 12.8 ولت و در واقع کلیت تقسیم ولتاژ به این شکل هست. حالا میریم سراغ هر کدوم از این دامین ها. خب عرض کردم دامین ها توی هشبردهای باتس ماینر متفاوته. معمولا 2 یا 3 تا اسیک توی هر دامین ما داریم و خب هر کدوم از این اسیک ها در واقع مثل همون در واقع هشبردهای بیتمین یه دونه 8 دهم نیاز دارن برای اون PLL و در واقع هسته داخلی چیپ، یه دونه هم 1.8 دهم نیاز دارن برای ورودی خروجی ها. پس ما اینجا برای هر کدوم از این دامین ها یه دونه 8 دهم نیاز داریم، یه دونه 1.8 دهم. خب اتفاقی که میفته یه دونه LDO اینجا قرار داده میشه برای هر دامین. خب یکی برای اینه، یکی برای اینه، یکی برای اینه. هر کدوم از این دامین ها کنار خودشون یه دونه LDO دارن که تامین کننده ولتاژ 8 دهم و 1.8 دهم این دامین هست. این LDO ها خب برای اینکه بتونه 1.8 رو تامین بکنه نیاز داره که ولتاژی تقریباً 4-5 ولت حالا دریافت بکنه. اون باید بیشتر از اون ولتاژ خروجیش باشه که بتونه اون رو رگولیت بکنه و پایین تر بیاره. و برای اینکه این در واقع روی این دامین ما نهایتاً 300 تا 480 میلی ولت داریم، خب این رگولاتوری که اینجاست، LDO که اینجا هست، نمیتونه از همین دامین ورودی بگیره و خروجی 1.8 بده. پس چی کار میکنه؟ میاد چون گراند اینجا نسبت به 8 تا دامین بالاتر یه اختلاف پتانسیل تقریباً 4-5 ولت داره، حالا 4 ولتی داره، پس 8 تا دامین تقریباً بالاتر هولوش 4 ولت در واقع ولتاژ میگیره. این رگولاتور میاد ورودیش رو از 8 تا دامین بالاتر دریافت میکنه و خروجی رو به این دامین میده. متعاقباً این رگولاتوری که اینجا هست باز از 8 تا دامین بالاتر ورودی دریافت میکنه، خروجی رو به این میده و به همین ترتیب همه رگولاتورها خب ولتاژی رو که دریافت میکنن از 8 تا ردیف بالاتر. پس همینطور اگه ادامه بدیم بیایم برسیم به اینجا، وقتی میرسیم به دامینی که خب 8 تا فاصله داره با این قسمت، چه اتفاقی میفته؟ حالا رگولاتوری که اینجا هست این قسمت، این رگولاتور برای اینکه ولتاژ ورودی دریافت بکنه خب نیاز داره بیاد 8 تا دامین بالاتر و
متاسفانه خب 8 تا دامین بالاتر دیگه هشبرد تموم میشه. حالا چه اتفاقی اینجا قرار بیفته؟ یه مداری رو تحت عنوان مدار بوست توی این هشبرد ما میبینیم. این هشبرد کارش این مدار کارش اینه که خب اون در واقع 14.5 ولتی رو که از اینجا در واقع دریافت کرده رو میگیره، اون رو تا 17 ولت در واقع افزایش میده، تقریبا تا 17 ولت این رو بالا میبره، به خاطر اینکه هشبردی که دامینی که اینجا هست، چیپ هایی که توی این دامین هستن، اون رگولاتور بتونه اون مقدار ولتاژی رو بگیره که برای دامین آخر 1.8 تا 8 تولید بکنه. پس تا 8 دامین مونده به آخر همون روند در واقع طی میشه، از 8 تا دامین جلوتر گرفته میشه. 8 تا دامین آخر ولتاژ ورودیش این رو از خروجی این مدار بوستی که اینجا هست میگیرن، یعنی این 8 تا دامینی که اینجا هست برای رگولاتورهاشون تامین ولتاژ این مدار انجام میده. خب تا اینجا بحث مدار بوست رو هم عرض کردیم. میریم سراغ تقسیم ولتاژ برای رگولاتورها. خب هر کدوم از این رگولاتورها همونطور که گفتیم ما هر کدوم از این چیپ هامون یه دونه 1.8 نیاز دارن، یه دونه 8 ولت نیاز دارن، ولی رگولاتوری که اینجا داریم فقط یه دونه است. خب با توجه به اینکه این دوتا مقادیر ولتاژ هایی هستن که جریان زیادی رو نمیطلبن، یعنی اون چیپ ها از لاین 8 1.8 جریان بالایی رو نمیخوان، فقط در حد اینکه این ورودی خروجی ها بالا اومده باشه یا اینکه اون PLL کار بکنه، PLL داخلی مدار فقط در این حد که کار بکنه کافیه. پس نیازی به وجود دوتا رگولاتور اینجا دیده نشده. اومدن چیکار کردن؟ رگولاتوری که اینجا قرار دارن رگولاتور 1.8 ولت هست. رگولاتور 1.8 رو تولید میکنه و میده به اینها، و در مقابل رگولاتور 8 به جای اینکه در واقع رگولاتور قرار داده بشه، یه تقسیم مقاومتی اینجا انجام شده که اون 1.8 رو تبدیل میکنه به 8 و اون رو به در واقع ورودی 8 این چیپ ها میده. حالا این شکلی که اینجا هست تقریبا اون تقسیم مقاومت رو راحت نشون میده که چجوری انجام میشه و ما 8 رو از اونجا دریافت میکنیم. ولتاژی هم که توسط این چیپ ها دریافت میشه مثل همون هشبردهای بیتمین. خب 1.8 که اینجا تولید میشه اینجوری نیست که سر همه میاد و از داخل این چیپ عبور میکنه میاد به این یکی و از داخل این میاد به این یکی. اما اگه خاطرتون باشه توی هشبردهای بیتمین رگولاتورهای ما همیشه توی یه سمت بودن، یعنی همه این دامین ها رگولاتورهاشون اینجا چیده شده بودن و یه موضوع رو عرض کردیم که ممکنه که مثلا اتفاقی افتاده باشه که در واقع سیگنال وقتی از اینجا داره میاد به این چیپ رگولاتور ولی اینجاست، خب مشکل ایجاد میکنه دیگه، چون ممکن رگولاتور خراب باشه، این چیپ ولتاژ نگیره، سیگنال عبور نده، ما فکر کنیم این خرابه ولی ممکنه اینا خراب باشن یا رگولاتور خراب باشه. اما توی این هشبرد اینجوری نیست، همیشه رگولاتور توی سمتی قرار میگیره که از اونجا سیگنال وارد دامین میشه. یعنی چیپ یک ما این هست، سیگنال هامون از اینجا شروع میشن میاد، وقتی خب توی دامین دوم از اینجا در واقع سیگنال ها وارد دامین میشن، رگولاتور توی اول دامین قرار داره، باز دوباره توی دامین سوم وقتی میخوایم وارد بشیم رگولاتور اینجا قرار داره. همین اصل خب تا انتهای هشبرد هم رعایت شده. این یه نکته مثبت در واقع برای هشبرد واتسماینره که اون موضوعی که در واقع بحث میشد برای اینکه ما رو سردرگم میکرد توی بحث پیدا کردن چیپ خراب توی بیتمین، توی اینجا ما اونو نداریم. همیشه رگولاتور ما سمتیه که سیگنال ها در واقع وارد دامین میشن و خب این یه موضوع مثبته.